بررسی بکن بعد. بچه‌ها صبر کنین حیوان آسیب دیده کلا خودم دارم سرش در میارم. سلام، من مسعود دهنوی هستم، مستندساز با یکی دیگه از قسمت‌های داستان راش در خدمت شما. راش فیلم خام ویرایش نشده است. جنگ و بحران اتفاقیه که میتونی از زاویه‌های مختلف بهش نگاه بکنی. زوایایی که بعضی وقتا از چشم خیلی از ما دور میمونه، اما مستندسازها میتونن اونها رو ببینن و ثبت بکنن. توی این قسمت هم دوباره با فرج صالحی همراه هستیم، کسی که توی این مدت جنگ 24 ساعته در کنار بچه‌های جمعیت هلال احمر پهنه غرب بوده و تونسته لحظات خاص و نابی رو ثبت بکنه. یکی از این لحظات تبدیل شده به یک ویدئوی پربازدید در فضای مجازی که هم در داخل و هم خارج از کشور بسیار دیده شده. ما توی این قسمت یه راش باحالی رو داریم که احتمالاً شاید شما توی فضای مجازی خیلی دیده باشیدش. اون راش رو فرج ضبط کرده و قصهش رو از زاویه دید فرج که به عنوان یه مستندساز اونجا بوده میخوایم بشنویم. مرسی که اومدی فرج جان. و فکر میکنم که هنوز قصه‌های بیشتری داریم و دوستان در خدمت باشیم. قصه این قسمتمون در مورد چیه؟ سلامت باشید. عرضم به حضورتون که خب توی این حدود 40 روزی که ما توفیق داشتیم پیش بچهای هلال احمر باشیم و درجه 1 ما رو پذیرا بودن. ببین بچهای هلال احمر یه کدی دارن به نام 10 کدای مختلفی دارن. 10 2 10 4 10 6 10 10 یعنی آماده عملیات باشن. یعنی یه جایی رو حتما زدن. بله. یا بله. تو روزهای جنگ واقعا این بچه‌ها آماده بودن. یعنی تو کد 10 شاید فقط کلاشو میذاشت، یعنی کلاشو میبست و میشست تو ماشین که آماده باشه بره به قول معروف به عملیات. یادت هست چه روزی بود حدودا؟ فکر کنم روز مثلا 35 جنگ بود. اگه اشتباه نکنم روز 35 جنگ بود. گفتن آقا یک جایی آسیب دیده که احتمالاً یک کارخونه یخچال سازیه. منطقه غرب. گفتن یک کارخونه یخچال سازی و این بچه‌ها آماده شدن و برن و رفتن توی اون در واقع ماشینشون که من هم سری پریدم پشت ماشین و گفتم که منم باهاتون میام. داده 300 سال 70 اینجا داریم در واقع اون مسیر رو طی می‌کنن. تیم ارزیابشون رفته اعلام کرده. قسمتمون قصه میثم کمالی 35 روزه که 2 پسرشو ندید و 24 ساعته هست و اتفاقا بعد این اتفاق خیلی جالبه. میثم به من، یعنی من با میثم بودم، دیدم خانمش زنگ زد گفتش که میثم فیلمتو داریم می‌بینیم. یعنی اون فیلمی که انتشار پیدا کرده بود و خیلی درجه 1 بود اون لحظه دیده بودن و بچه‌ها یه هماهنگی، مرتضی زاکری یه هماهنگی کرد، خانواده‌اش اومدن و بعد اون اتفاق بعد 35 روز دیدنش. مرتضی زاکری هم همینطور. اکثر بچه‌ها هلال احمر همین بودن، یعنی 40 شبانه روز خونه نرفت. یک تیم ارزیاب داره میره برای ارزیابی. دست راست بریم از بالا دیگه بریم. دست راست. نه دست راست بریم. اینجا ما داریم مسیر رو طی می‌کنیم که برسیم به محل حادثه. تقریبا توی راش 491 اینجا همینجوری که دارن نزدیکتر میشن، شما این دودی که در اثر اصابت به اون کارخونه رو شما دارید کاملا می‌بینید. اصابتش دقیقاً بالای آسانسورشون. این ناحیه دقیقاً همینجا. همون گوشتا. همونجا هم داره. خب بچه‌ها رسیدن سر حادثه و تونستن که یک عزیزی که نگهبان بود زنده خارجش کنن و به بیمارستان انتقالش بدن. یکی از عزیزای نگهبان و حراست اونجا هم شهید شده بود و تونستن پیکر اون بنده خدا رو هم در واقع بیرون بیارن. تقریبا مسعود جان توی این حادثه و اینا که بودیم یه دفعه من دیدم که بچه‌ها دارن یه کاری انجام میدن. خودم رو رسوندم که توی این راش ویژه 37 اینجا من دیدم که یک بین این حادثه و این حجم عظیمی از آوار که به نظرم خودش یه معجزه است، چند تا آوار رو که زدن کنار دیدیم که یه صدایی میاد و نزدیکتر شدیم دیدیم یه گربه است. بچه‌ها صبر کنین حیوان آسیب دیده کلا خودم دارم سرش در میارم.
وقتی که دارن تکون میدن این آبا رو، خب سنگریزه و سنگ و اینا میخوره احتمالاً به این گربهه. میسم کلاه خودش رو در میاره. تموم شد. ادیسیون هم دوستم. ترسیده آره. قشنگ بگیرش بغلش کن. آفرین دستم. آفرین دستم. من نفرن اینجا فکر کنم 4 نفر رو فقط من دارم آره. می‌بینم. درسته؟ آره تقریبا 2 تا گروه هن دیگه، تقریبا 8 نفرن. ببین چه اتفاقی افتاد. اینا یعنی یک پیکر یه عزیزی و این 8 نفر در آوردن، یک عزیزی رو زنده بیرون آوردن. وقتی که کار داشت تموم میشد بعد صحنه رو دوباره چک کنن و اینا از کسایی که بالاخره اونجا بودن میپرسن آقا کس دیگه هست. یه صدایی رو میثم میشنوه. وقتی میثم شنید بچه‌ها رو صدا کرد، گفت بچه‌ها بیاید کمک کنیم اینو در بیاریم. این میبینه این یک ستونه، این ستون رو دارن مهار میکنن. یعنی که چند نفر اومدن آره. ستون مهار کردن یه گربه رو نجات. ببین انقدری بچه خودشون رؤوفن، انقدر درجه یکن که جون یک موجود زنده‌ای که یه گربه باشن براشون مهمه. این برای یه گربه است، حساب کنید برای جون یک انسان چه کار میکردن. حتی برای پیکر مطهر این شهدا بچه‌ها براشون جون خودشون رو گذاشتن که این پیکر سالم بیاد بیرون. ترسیده یارو. آفرین دستم. آفرین دستم. ولی ول نمی‌کنی؟ باش گریه کرده حیوان. گریه کرده. خیلی یواش. نترس. این آبا رو اذیتش می‌کنه. گوش کن. نه. ببرش قشنگ اون رو اتوبان بده. خیلی باشه. نمی‌تونی یعنی بعدش بگیرش. می‌تونی یه ذره بهش آب بده. جالبه ببین گربه هم کاملا داره همکاری میکنه. تصویر فوق‌العاده است. فکر کنم این بین‌المللی شد. آره این رو من منتشرش کردم. اینستاگرام هلال احمر منتشرش کرد، خیلی دیده شد. سایت صلیب سرخ جهانی منتشرش کرد، سازمان حمایت از حقوق حیوانات منتشر کرد و من خودم هم تو صفحه خودم وقتی منتشر کردم کامنتاش خیلی جالب بود. آدم‌هایی به من کامنت میدادن که شاید اصلا خیلی ویژه بود برام و چیزی که خیلی براشون اهمیت داشت، خصوصا کسایی که اصلا خارجی بودن و زبون رو متوجه نمی‌شدن، میگفتن که ما فکر نمی‌کردیم که بچه‌های هلال احمر و صلیب سرخ ایرانی انقدر برای جون یک حیوان ارزش قائل باشن. اگر برای این حیوان انقدر ارزش قائلن و انقدر روح لطیفی دارن، یه واژه‌ای براشون به کار می‌بردن به نام فرشته‌های نجات. این فرشته‌های نجات چقدر در موردشون اشتباه ما شدیم. اینجا میخوام یه چیزی بگم. ببین الان یه فریم ما داریم می‌بینیم کاملا تصادفی روش استاپ زد. ببین چند تا دست اینجاست، 1 2 3 تا دست، یه دونه دست از پایینه، 4 تا دست. 4 تا دست داره یه گربه رو از زیر آوار و تمامشون تمام دغدغه‌شون بچه‌ها اینه که آسیب نخوره. بعد این ویدیو چند تا ویدیو دیگه هم من دیدم، البته لحظه نجات نبود دیگه، آورده بود بیرون و اینا بچه‌ها داشتن نجات میدادن. واقعا همینه، این بچه‌ها انقدر رؤوفن، یعنی این از لطافت روح اینا میاد. قصه های جنگی که تا الان شنیدیم هم تلخ بوده هم شیرین بوده. دلیلش هم اینه که جنگ چیزهای زیادی رو با خودش داره، هم بحرانه، هم تلخیه، هم شیرینیه، هم آدم‌ها تو اون لحظات خود واقعیشون رو نشون میدن و ما میتونیم صحنه‌هایی رو اونجا ثبت بکنیم که شاید هیچ وقت نشه دوباره اونها رو گرفت توی شرایط عادی. به خاطر همین ثبت این لحظات خیلی مهمه و ممنونم از همه دوستانی که مثل فرج این لحظات هستن، سختی رو میکشن، توی خطر خودشون رو قرار میدن ولی دوربینشون رو خاموش نمیکنن تا این ثبت بشه در تاریخ و ما بتونیم بعداً در موردش حرف بزنیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. خداحافظ.